راه حل‌های مهم کاهش وزن. غذاهایی را انتخاب کنید که احساس سیری سریعتری به شما می‌دهند. اهمیت مقدار غذایی که میل می‌کنید منوط به ایجاد احساس سیری در شما بوده و به تعداد کالری‌های دریافتی ارتباطی ندارد. غذاهایی که حاوی مقادیر زیادی آب و فیبر هستند، انتخاب‌های بسیار مناسبی برای القاء احساس سیری در فرد به حساب می‌آیند. این دست از غذاها خوراک‌های کاملی هستند. 2. سبزیجات بیشتری مصرف کنید. تنها 10% از افراد بزرگسال حداقل میزان دریافت معمول سبزیجات معادل 2 تا 3 فنجان در روز را که مورد پیشنهاد است رعایت می‌کنند. با این حال توجه به این نکته لازم است که به منظور کاهش وزن و در عین حال دستیابی به سلامت بهینه، بزرگسالان باید به طور مستمر و هرچه بیشتر و بیشتر سبزیجات مصرف نموده و این رفتار را به عادتی مهم و جدی در زندگی روزمره خود تبدیل نمایند. بهترین سبزیجاتی که مصرف آنها میبایست در برنامه زندگی روزانه فرد گنجانده شود. در مقیاس کلی پیشنهاد این است که تمام انواع سبزیجات در رژیم غذایی روزانه قرار داشته باشد. با این حال سبزیجاتی که درون آنها نشاسته وجود دارد از سایر انواع سبزیجات فواید بیشتری دارند. برای مثال رژیم‌هایی که به کاهش التهاب در قسمت‌های مختلف بدن کمک می‌کند و برای مبارزه با چاقی مناسب هستند، معمولاً حاوی سبزیجاتی می‌باشند که فاقد نشاستند. سبزیجات غیر نشاسته‌ای به شدت قدرت سیرکنندگی بالایی داشته و از نظر محتوای مواد مغذی بسیار غنی هستند. مثال‌هایی از سبزیجات بدون نشاسته: سبزی‌های برگدار، کلم بروکلی، کلم بروکسل، گل کلم، کدوی زرد، گوجه فرنگی، فلفل، قارچ و پیاز. برای دریافت رژیم و تمرینات سفارشی مدلینگ، کاهش وزن، تناسب اندام، تنظیم قاعدگی و کمکاری تیروئید به اینستاگرام من که لینکش در بایو گذاشته هم پیام دهید. مجتبی فیتنس ترینر.